سلام دوستان، امیدوارم کارتون خوب باشه. بریم یه نکته دیگه از زبان ترکی اسلامی با هم دیگه یاد بگیریم. در، به، از. مثلا میگم مدرسه، از مدرسه، به مدرسه یا در مدرسه. درسته؟ حالا اینا رو در زبان ترکی استانبولی چطور بسازیم؟ برای در، دا، ده یا تا، ته، یعنی یا دا میارم یا ده، یا در یه شرایطی که خواهم گفت این ده به ت تبدیل میشه. به، آ یا ا، اینا همشون میدونین دیگه پسوند هستن. از میشه دان، دن، یا تحت شرایط این ده تبدیل میشه به ت، میشه تان، تن. حالا مدرسه میشه اوکول. اوکول میخوام بگم در مدرسه، اوکول دا. میخوام بگم به مدرسه، اوکول لا. میخوام بگم از مدرسه، اوکول دان. حالا چطور تصمیم گرفتم که از دا استفاده بکنم یا کجا تصمیم میگیرم که از ده استفاده کنم؟ اگر آخرین حرف صدا داره، آخرین حرف صدا داره اون کلمه ای که اینجا این کلمه است دیگه، میخوام بهش این پسونده رو بچسبونم، آ، او بود، از دا استفاده میکنم. اگر ای، او بود، از د استفاده میکنم. حالا کی این د تبدیل میشه به ت؟ د تبدیل میشه به ت اگر آخرین حرف صدادار، نه کلمه، کلا آخرین حرف کلمه کا، پ، ت، ت، ف، ش، فستقس شهاب میگن. حالا این 6 تا دیگه، این 6 تا هم میتونیم حفظ کنیم دیگه. کا، پ، ت، ت، ف، ش باشه، د تبدیل میشه به ت. حل. حالا میخوام بگم به مدرسه، اوکولا. کی از آ استفاده میکنم، کی از ا؟ اگر آخرین حرف صدادار اون کلمه‌ای که این پسوند آ و ا میخواد بهش بچسبه آ، او بود، از آ استفاده میکنم. ای، او بود، از ا استفاده میکنم. اما هنگامی که میخوام بگم از مدرسه میشه اوکولدان. کی از دان استفاده میکنم، کی از دن؟ بازم اگر آخرین حرف صدادار اون کلمه‌ای که این پسونده میخوایم بهش بچسبونیم، یعنی این، اینجا این هستش دیگه، اگر آخرین حرف صدادار آ، او بود، دان. اگر ای، او بود، از د. حالا کی د به ت تبدیل میشه؟ بازم همین نکته است. اگر آخرین حرف کلمه کا، پ، ت، ت، ف، ش باشه، د تبدیل میشه به ت. مثلا تابک. تابک یعنی چی؟ یعنی بشقاب. تابک میخوام بگم در بشقاب، تابک دا. آخرین حرف صدا دارش آ هستش، تابک دا. ولی این نکته ای هستش، چیه؟ اینه که آخرین حرف این کلمه که هستش. گفتیم کا، پ، ت، ت، ف، ش، اگر جزو اینا باشه که اینم جزوش کا هستش، د تبدیل میشه به ت. پس تابک تا میشه. میخوام بگم به بشقاب، تابک کا. اینجا هم یه نکته داریم. اگر آخرین حرف، خیلی خوب گوش کنید، اگر آخرین حرف کلمه ما کا، پ، ت، ت باشه، ف و ش دیگه اینجا نیستش، اگر این 4 تا باشه و این یه شرط، دومین شرطمونم این باشه که، این یه شرط، دومین شرطمونم این باشه که اگر آخرین حرف کلمه کا، پ، ت، ت باشه و چی باشه؟ پسوند با حرف صدا دار شروع شود. اینجا باشه دیگه، یکم شروع شد. کا به یوموشک تبدیل میشه، پ به ب تبدیل میشه، ت به د و چیمون ت به ز تبدیل میشه. اینجا تابک آخریش کا هستش و
در واقع پسوند من کلا یه حرفه، اونم چی هستش؟ هم آ هم ا، صدادار هستش. پس این کا گفتیم تبدیل میشه به یومشاکه، پس میشه تابا. اینجا می نویسم تاباک بود که تبدیل شد به یومشاکه، حله تابا. و چون آخرین حرف صدادارش آ هستش از این استفاده میکنیم. الان میخوام بگم از بشقاب، تاباک آخرین حرف صدادارش آ هستش، تاباک دان، ولی بازم این نکته، همین نکته آخرین حرفش که هستش، پس د تبدیل میشه به ت، پس میشه تاباک دان نمیشه، تان میشه، تاباک تان. حالا رو یکم بنویسیم، از بشقاب به بشقاب، تاباک تا میشه در بشقاب. این کل مبحث در به از. حالا شما برای تمرین اینو بگید، سما، اینو بگید سینما. میخوام بگم در سینما، به سینما و از سینما. اینا رو کامنت کنید.